روز تو آرایشگاه منیر زندگی کنی. همه در و دافا. خب این روز اولیه که واسه کراتین رفتم. هیچ جایی تا حالا اینقدر سری موهامو کراتین نکرده بود. جمونگ باشه. فضا خفن، پرسنل خفن. آماده شیم استارباکس آنباکس کنیم. روز دوم که برای ناخن میرم میخوام آرایشمو با ناخنام ست کنم. جدیدن فهمیدم که خط کش قرمز خیلی بهم میاد. فکر نکنم تا اینجا حد زده باشید میخوام چیکار کنم. Let's go. تعریف از خود نباشه. سال منیر که میری بعد همینقدر جذاب بری. فتبارک الله احسن الخالق. من شنیدم مستر منیر دست به موهات بزنه برکت میاد تو زندگیت. پس اول یه هیرکات بزنیم بعد بریم سراغ ناخن. اینجا اومدم بهم گفتن چه مدلی میخوای؟ گفتم فقط دست پر برکتتون رو بکشید به سر من. پاره ای از توضیحات. بله بیوتیفول. ناخونو ببین انگار 3 سال غارنشینم. ولی یلدا جونم که حرفه‌ای ترینه. ببین چه کرد برام. با اختلاف میتونم بگم بهترین ناخونیه که تا حالا زدم. تک دل منو بریدی. تازه میشه باش داب اسمشم گرفت. دروغ دل میره با خشتم پیش. اگه میشه بهترین سالن دبی باشه و در و دافام اینجا جمع نباشن. ما فهمیدیم من امشب موامو سشوار کشیدم.